محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم رئیس اجلاس نوبتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب عبدالله شاهید را به مناسبت انتخاب شدنشان به این مسند تبریک و تهنیت نمایم. همکاران گرامی، 9 سپتامبر سال جاری مردم شریف تاجیکستان رویداد بسا تاریخی و خاطرمان 30 سالگرد استقلال دولتی کشور را تجلیل نمود. در سالهای اول صاحب استقلالی کشور ما غرق حادثه های فاجعه بار جنگ تحمیلی شهروندی گردیده روزهای سنگین را پس سر کرد. خاتمه بخشیدن به جنگ، به هم آوردن طرفهای درگیر، تأمین صلح و ثبات، همزمان برقرار نمودن مناسبت‌های دیپلماتی و همکاری‌های سازنده با کشورهای عالم برای ما از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می‌رفتند. نوابسته از دشواری‌های موجوده، محض به شرافت سیاستی درهای گشاده و صلح‌جویانه به ما میسر شد که در عرصه جهانی جایگاه سزاوار خود را پیدا و رشد استوار کشور را تأمین نماییم. همکاران گرامی، وضع به این هم نااستوار زمان معاصر را رقابت‌های گیاسیاسی و گیااقتصادی و افزایش سطح تهدید و خطرها، اینچنین پنجشوی بی‌سابقه بیماری‌های سرایتی باز هم مرکب‌تر کردند. چون این حالت مسئولیت دولت‌ها را برای راه‌اندازی سیاست دوراندیشانه و هماهنگ جهت حل فراگیر مشکلات معاصر دوچند بگرداند. نقش سازمان‌های بین المللی و منطقوی، خصوصاً سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن در امر پیدا کردن راه‌های حل باثمر مشکلات جهانی معاصر کلیدی می باشد. جناب رئیس، تحولات اخیر در افغانستان که به بحران سیاسی و بشری و اداره دولتی ربط می‌گیرد، تهدید جدی به امنیت و ثبات منطقه می باشد. وضع بحرانی افغانستان که با تاجیکستان قریب 1400 کیلومتر سرحد مشترک دارد، حکومت و مردم کشور ما را به تفاوت گذاشته نمیتواند. به سر قدرت آمدن حرکت طالبان که در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، روند به این هم مرکب گیاسیاسی منطقه را باز هم پیچیده کرده است. از سوی حرکت طالبان اجرا نگردیدن وعده‌های قبلیشان عاید به تشکیل حکومت فراگیر همه‌شمول با اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی افغانستان باعث نگرانی جدی گردیده است. تاجیکستان همه گونه بیقانونی، ظهورات کشتار و غارتگری و ظلم و تعقیب را علیه مردم افغانستان قطعاً محکوم می نماید. متاسفانه سازمان‌های حامی حقوق بشر نسبت به پایمال گردیدن حقوق دیگر قوم و ملت‌های ساکن افغانستان و آزادی‌های شهروندان آن کشور، بخصوص زنان و کودکان، خاموشی را اختیار کردند و در این مورد سخنی هم بیان نمی کنند. چنانکه در حادثه های ولایت پنجشیر افغانستان ما شاهد نقض فاجعه بار حقوق بین المللی انسانی گردیده ایستاده ایم. با مردم پنجشیر دسترسی به آذوقه‌واری، دیگر مواد مورد نیاز
اولین درجه اینچنین کمک‌های بشردوستانه بسته شده. حتی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ تا حال نمی‌توانند جهت اجرای عهدهداری‌های بشردوستانه خود به منطقه پنجشیر وارد شوند. وضعیت با وجود آمده فاجعه گومانیتری به حساب می رود. شدت روزافزون مبارزه های قومی و گروه های اتنیکی در افغانستان عامل دیگری بیشتر ناامن گردیدن وضع سیاسی و امنیتی در کشور همسایه ما می باشد. با در نظر داشت این حالت راه اندازی مکالمه فراگیر با اشتراک نمایندگان همه قشرهای جامعه افغانستان از شرطهای اساسی برقراری صلح و ثبات پایدار در آن کشور دانسته می شود. در این راستا برابر دیگر قوم‌های این کشور تاجکان افغانستان نیست که بیش از 46% اهالی این کشور را تشکیل می دهند، حق دارند در امور دولتداری جایگاه شایسته داشته باشند. جناب رئیس، ما به کارهای داخلی افغانستان دخالت نمی کنیم، ولی بر این باوریم که برای حل مناسب مشکلات سیاسی و امنیتی کشور همسایه باید حکومت فراگیر توسط انتخابات و اراده مردم این کشور با اشتراک نمایندگان همه گروه های سیاسی و اقلیت های ملی و قومی تشکیل کرده شود. همین ترتیب ضرور می‌دانیم که ساخت دولتداری در آن کشور از راه رای پرسی و با در نظر داشت موقع تمام شهروندان کشور معین کرده شود. تأسیس همه گونه حکومت بدون به اعتبار گرفتن منفعت‌های کل مردم افغانستان می‌تواند باعث عاقبت‌های فلاکتبار در این کشور گردد. طی جنگ تحمیلی و ناآرامی بیش از 40 ساله که مردم افغانستان برای سر زدن اینها گناه ندارند، افغانستان به میدان بازی‌های گیاسیاسی مبدل گردید و از عاقبت‌های آن تمام جهان از طریق حادثه‌های مدهش سپتامبر سال 2001 خوب آگاه است. افغانستان جبردیده و ملتی به ما دوست و برادر آن نباید دیگر باره به ورطه جنگ‌های خونین تحمیلی کشیده شود. از این لحاظ جامعه جهانی باید به تقدیر قوم و ملت‌های مسکون افغانستان و همسایه‌های آن بی تفاوت نباشد، زیرا آنها را راه دراز پر از مشکلات حربی و بشری که در نتیجه قرار به ملاحظه برآوردن نیروهای خارجی از این دولت پیدا شده است انتظار است. ما همچون همسایه نزدیک همیشه جانبدار حل و فصل فراگیر قضیه افغانستان و احیای صلح و ثبات پایدار در این کشور می باشیم و من بعد نیز در این موقع خویش استوار خواهید بود. در این رابطه ما از جامعه بین المللی دعوت می نماییم که برای هرچه زودتر و با استفاده از راه‌های مصالحت آمیز به اعتدال آوردن وضع دشوار سیاسی و امنیتی و تأمین صلح و ثبات در افغانستان چاره‌های فوری و مؤثر اندیشد. تاجیکستان بارها از سازمان‌های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ دعوت کرده بود که به مردم افغانستان کمک فوری خود را رسانند.